تا حالا شده بگی اگه پول داشتم یه سفر دور دنیا میرفتم؟ یا مثلا بگی اگه سوپرمن بودم پرواز میکردم؟ آها، همین الان داری از شرطی نوع دوم یا همون سکند کاندیشنال استفاده میکنی. Hey guys، چطوری؟ تو این ویدیو قراره تو 5 تا قدم ساده یاد بگیری که چطوری از سکند کاندیشنال یا شرطی نوع دوم استفاده کنی. بزن بریم. اولین قدم، اصلا شرطی نوع دوم چیه؟ شرطی نوع دوم برای حرف زدن درباره شرایط غیر واقعی یا خیالی زمان حال یا آینده استفاده میشه. یعنی اتفاقاتی که الان واقعیت ندارن ولی ما تصورشون میکنی. و اما دومین سوال مهمی که ممکنه برات پیش بیاد این که ساختار گرامری سکند کاندیشنال چیه؟ فرمولش اینه: if به اضافه گذشته ساده کاما would به اضافه فعل اصلی. For example, if I had a car, I would drive to the beach. Or, if she were here, she would help us. و اما نکته مهم، حواست باشه با اینکه در زمان حال صحبت میکنیم از گذشته ساده استفاده میکنیم چون داریم یه موقعیت خیالی رو توصیف میکنیم. و اما نکته طلایی، توی سکند کاندیشنال به جای was از were استفاده میکنیم برای همه فاعلا، حتی برای I, he, she و it. For example, if I were rich, I would buy a castle. ویدیوی قبلی رو هنوز ندیدی؟ ویدیوی قبلی در مورد فرست کاندیشنال یا شرطی نوع اوله. اگه هنوز ندیدی لینکش رو برات میذارم، حتما تماشاش کن. و اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی همین الان لایکش کن و سابسکرایب یادت نره. و اما کاربردهای واقعی سکند کاندیشنال، وقتی میخوای درباره رویاها و آرزوات حرف بزنی. For example, if I lived in Paris, I'd eat croissants every day. و یا از سکند کاندیشنال استفاده کن وقتی میخوای در مورد نصیحت یا یه پیشنهاد غیر مستقیم حرف بزنی. For example, if I were you, I'd talk to her. و میتونی از سکند کاندیشنال استفاده کنی حتی برای شوخی و طنز. For example, if cats could talk, they'd rule the world. و اما قدم آخر، حالا نوبت توه. ادامه این جمله رو توی کامنت ها برام بنویس. If I could speak any language، حتما بنویس چون منتظرم بخونمشون. خب تا اینجا شرطی نوع دوم یعنی سکند کاندیشنال رو هم مثل شرطی نوع اول کامل یادش گرفتی. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ شرطی نوع سوم، همونایی که در مورد گذشتن و پر از حسرت. اگه میخوای ببینی حتما همین الان منو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوی بعدی رو از دست ندی. حتما ویدیو رو لایکش کن و کامنت یادت نره. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. Love you. Catch you later.